بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس 15 قسمت اول، اسم الباری الله سبحانه و تعالی در اسماء الله الحسنى. تعریف الباری. الباری در لغت یه اسم فاعل است از فعل برعه و برعه در لغت به معنای خلق کردن میه. مثلا برع الله الخلق ای خلقهم، یعنی الله سبحانه و تعالی مخلوقات خلق کرد. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یعنی اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که هیچ مصیبتی در زمین یا در نفسای شما نمیه مگر در کتاب این نوشته شده هست، من قبل ان نبرأها، پیش از اینکه ما خلق بکنیم، یعنی امی زمین و آسمان را. پس اینجا برعه به معنای خلقه. دوم، برعه به معنای عافیت و خلاصی می باشه. مثلا میگه وقد ابرأه الله من مرضه، یعنی فلانی شخص الله از این مرض براعت داد، یعنی عافیت داد، صحت داد. و امی قسم برعه به معنای بیزاری هم میآید. اینی بریء منک یا براءة من الله و رسوله. اینجا برعه از چی هسته؟ به معنای بیزاری هست. ابراهیم علیه السلام که وقت برای قوم خود گفت که اننی براء مما تعبدون، من بیزار هستم از آن چیزی که شما چی میکنین؟ عبادت میکنین. و چهارمی معنایش در لغت به معنای خلاصی و پاکی هست. بریه اذا تخلص، اذا تنزه، اذا تباعد، این معناهایش است. اینال معنای اسم الباری در اسماء و صفات. اینجا 4 نقطه را باید ما و شما در این اسم یاد داشته باشیم. اول ای که الباری که از هو الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدیر لا عن مثال سابق. یعنی الباری او ذاتی هست که پیدا کننده مخلوقات است از عدم، مطابق مقتضای خلقت و تقدیرش. اما قسم که الله سبحانه و تعالی خواسته هست و تقدیر کرده هست، اونمو قسم اونمو چیزه پیدا میکنه و خلق میکنه بدون نه از مثال سابق. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی آسمان ها را خلق میکرد و آسمان ها را زمین خلق کرد و آدم علیه السلام خلق کرد، بناهن کدام مثال سابق نیست که از روی خلق شده باشه. پس الباری او ذاتی که خلق میکنه بدون از اینکه کدام مثال سابق باشه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، یعنی پس گفت شما توبه بکنین به کی؟ برای بارئتان، یعنی برای خالقتان، او ذاتی که شما را خلق کرده هست. علامه ابن جریر طبری رحمه الله میگه که البارئ الذی برأ الخلق فاوجدهم بقدرته، یعنی الله سبحانه و تعالی او ذات است که این مخلوقات چی کرده؟ پیدا کرده با قدرتش. علامه سمرقندی رحمه الله این تفسیر خود چی میگه؟ میگه البارئ الذی یجعل الروح فی الجسد، بارئ ذاتی هست که روح در جسد میگذاره. و یقال البارئ یعنی خالق الاشیاء ابتداء، پس وقتی که یک چیز را ابتداء خلق کرده او را البارئ میگن. خب همین قسم علامه شنقیطی میگه که البارئ الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدیر، یعنی خلق چی است؟ خلق کننده مخلوقات، پیدا کنندهش با مقتضای تقدیر و خلقت. دوم هو البریء من النقص. دوم که ما بفهمیم که الله، اول فهمیدیم که الله الباری است، یعنی ذاتی که خلق کرده مخلوقات اولا بدون مثال. دوم البارئ یعنی ذاتی که بری هست، پاک است، من النقص والعیب والخلل، از تمام نقصان و خلل ها و عیب ها او ذات پاک است، در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در احکامش، در تمام چیزی که مربوط الله می باشه الله پاک است از تمام نقصان. این قسم انسان مسلمان
با صفت باری الله سبحانه و تعالی عقیده داشته باشه. سوم، الباری به معنای الممیز لخلقه بعضه عن بعض، این که تمیز میکنه مخلوقات خدا، بعضی را از بعض دیگهش چی میکنه؟ تمیز میکنه. این صفت باری الله سبحانه و تعالی هست. و علامه ماوردی رحمه الله چی میگه؟ میگه الباری فیه وجهان، دو وجه داره، یکیش الممیز للخلق و یکیش ممیز یعنی تمیز کننده هست برای مخلوقات، و ثانی المنشئ للخلق، هم تمیز کننده مخلوقات است و هم امو پیدا کننده و انشا کننده و نوع ایجاد کننده مخلوقات است. چهارمی نقطه‌ای که در صفت الباری بفهمیم چی است؟ و هو الذی سوى خلقه بحکمته، او ذاتی که مساوی خلق کرد مخلوقاتش را به حکمتش، یعنی برأها و سواها به حکمته. وقتی که یک مخلوق خلق کرد باز او را مساوی ساخت. یعنی چه قسم مساوی ساخت؟ مساوی به این معنا که امی انسان که است، مثلا همین قسم که سر انسان نمو میکنه دستایش هم به مو اندازه نمو میکنه، و بین می قسم مثلا پاهای انسان کلش با شکل مساویانه، اما تو ایره الله سبحانه و تعالی کل چیز انسان هم تو مساوی و برابر ساخته هست. فشار انسان هم تو نرمال است، اگر بالا بره به انسان مریض است، پایین بشوه انسان مریض است. الله سبحانه و تعالی هم تو با فشار نرمال که انسان خلق کرده، هر چیز در وجود انسان هم تو مساوی هست، مثلا فشار خون، مثلا شکر، اینا کلشان. حال ما و شما شکر داریم، لیکن شکر اگر بالا و پایین بره نقص داره. اگر شکر نداشته باشید در زندگی زندگی کردن نمیدونی، یا اگر فشار نداشته باشی، خونت فشار نداشته باشه، باز در اعضای وجود این نمی باشه، لکن بالا و پایین شدنش نقصان است. اما وقتی که این حالت است، پس الله متعال در وجود انسان هر چیز اما تو مساوی، کل مخلوقاتش اما تو با یک نظم، اما تو با مساوات هست. خب اینال الله سبحانه و تعالی خلق کرده مخلوقاتش با حکمتش. خب فرق بین اسم خالق و اسم الباری، بعضی سوال میکنن میگه خیلی فرق بین اسم الباری و الخالق چی است؟ اینجا عبدالله ابن محمد المصلح نشته میکنه، میگه والفرق بین الخالق و الباری ان الخالق الموجد، خلق کننده یعنی پیدا کننده، و الباری یعنی ذاتی که المبدع، یک چیز را بدیع یعنی جدید خلق میکنه. وقیل فی الفرق ان الخالق هو المقدر والبارئ هو الموجد. بعضی علما میگن که خالق چی است؟ او تقدیر کننده هست، و بارئ یعنی ذاتی که او را خلق میکنه، یعنی امی تقدیر که الله کرده او را عملا چی میکنه؟ تطبیق میکنه. و معناهما متقارب، یعنی معنایشان چی هسته؟ نزدیک است. علامه راغب اصفهانی میگه که الخالق الباری المصور فاشاره الى احوال ثلاثه. میگه این آیت شریف که ما شما میخونیم والله الخالق الباری المصور، این سه نام الله سبحانه و تعالی، سه صفتش یک جای ذکر شده. میگه این به سه چیز اشاره میکنه. فالخلق الى ایجاد البدن، یعنی وقتی که میگه هو الله الخالق یعنی او ذاتی که بدن انسان خلق کرد. الباری او ذاتی که ایجاد روح کرد، در داخل ازی روح جای به جای کرد. و تصویر الى جمع بینهما و الى ثلاثتها، یعنی تصویر جمع هست بین از مصور که ایره تصویر کرد، یعنی با اینمی روح و با این جسد یک تصویر خاصی بر از انسان داد و من ایس یک مخلوق خاص ایره خلق کرد. والله اعلم. این گپایی است که ایره علما میگن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.